الله. خب سوال دیگه ای پرسیدن حاج آقا، این که فرمودن سلام استاد وقت بخیر، علت سردردهای قبل و بعد پریودی چیست؟ هرچند کمخون هم نیست طرف، درمانش چیه؟ یعنی میگه کمخون نیست ولی این به اصطلاح سردردهایی که قبل و بعد پریود. سردردهایی که مربوط میشه به ایام قاعدگی باید سوال بپرسیم که آیا ایام قاعدگی منظم هست یا نه. اینکه ایام پریودی مثلا در افراد بالغ که سلامت جسم دارن غالبا 7 روز هست، 7 روز تا 10 روز، از اون طرف 5 روز، و اینکه در زمان مشخص این اتفاق میفته یا نه. غالبا افرادی که دچار سردرد میشند این به خاطر این سیستم بدن هست که این خونی که در ماه این چند روز از بدن خانم ها دفع میشه، این دفع خون عفونت ها و فساد و خون ناسالمی هست که دفع میشه از بدن. اگر این خون درست دفع نشود بیماریش میاد سمت شخص. بازم باید سوال بپرسیم از ایشون که آیا مشکلات بانوان رو دارن، عفونت رحم دارن، مثلا خشکی رحم دارن یا نه. ایشون بهترین چیزی که الان در حال حاضر به ذهن من میرسه این هست که در ایام قاعدگی یک، اصلا و مطلقا حمام نرند، و دو اینکه ابتدای ایام قاعدگی هر روز ولو شده روزی 2 مرتبه جوشونده شوید خشک با یه قاشق عسل در 3-4 روز اول میل بکنن و ماساژ زیر شکم با روغن سیاه‌دانه انجام بدن. و فکر میکنم که اگر که این اشخاص تنظیم بکنن ایام قاعدگی رو، این مشکل سردردشون هم انشالله برطرف میشه. یعنی اول باید اون ایام قاعدگیش باید منظم بشه. سوال باید جواب داده بشه که در ماه چند بار قاعده میشن، ایام قاعدگی چند روز هست، آیا عفونت دارن یا ندارن، بیماری های زنانگی دارن یا ندارن، ایشون دوشیزده هستن یا خانم هستن، زایمان کردن نکردن. اینها رو جواب بدن من انشالله دقیق‌تر عرض میکنم. بله، من همینجا خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. ببینید یک سری سوالاتی رو خب واقعا نمیشه دقیق جواب بدیم، چون که به هر حال این مشخصات باید کاملا بیان بشه. اینه که اگر نوبت مشاوره بگیرید و به صورت تلفنی از خود حاج آقا بپرسید، به نظر میرسه که خیلی راحت‌تر میتونیم انشالله به جواب برسیم.